اواخر جاده شاهرود میامی تابلوی کاروان شاه عباسی که ثبت یونسکو هست رو زده. یهویی فرمون رو کج کردم، اومدم به این سمت از نزدیک ببینمش. نمیدونم دقیقاً آیا این بالای کوه میتونه مثلا قلعه‌شون باشه، چون هیچ اطلاعاتی نیست که من بخوام بدونم و ببینم. جاده مقداری ناهموار است. قلعه فکر میکنم بعد اونجا باشه، چیزی که دارم میبینم. خب اینجا بسیار مسیر بد هست. با هنرمندی تمام مسیر رو آروم آروم بیایید پایین. آفرین، بنازم این دست فرمونمو. جایی که من دارم میرم جن هم نمیره، انصراف میده از رفتن. خب اومدم اینجا به سمت قلعه، ولی احساس میکنم نرم بالا، فقط از همین راه دور نظاره‌گر باشم. نمیتونم این چیه که ثبت یونسکو شده. اینجا نمیشه با ماشین بریم، خیلی بد هست، کف ماشین کلا میگیره. از اونجایی که تنها هستم واقعا صلاح نمیتونم برم داخل قلعه، چون اصلا کاملا داخل بیابونه. بذاری من کوچیک کنم اطراف رو ببینید. با روستا اینها خیلی فاصله داره. خب فکر کردم قلعه اینجاست، ولی اینجا بیشتر شبیه دامداری قلعه شاه عباسی همونی بود که روی تپه هست. قبل از میامی به سمت شاهرود و تهران روستای تاریخی عباس‌آباد که هم بافت قدیمی داره و هم کاروانسرا. بریم ببینیم به چه صورته. اینجا رو خیلی با احتیاط باید رفت. خب رد کردیم. روستا خیلی خیلی بافت قدیمی داره. حالا بعضیاشو که خب نوسازی کردن، ولی قریب به اتفاق محیط روستا بسیار تا بسیار بافت قدیمیه. من دارم میرم برسم به سمت قلعه کاروانسرا. عذر میخوام. بافت روستا واقعا قدیمیه و خب نوسازی کردن، بعضیا بهش رسیدن. خب باز از اون کوچه های بسیار تا بسیار تنگ و باریک که با احتیاط باید رد شیم.
یک شیب بسیار تند داره. خب گفتن کاروانسرا و چشمه این سمته. واقعا کوچه هاش قدیمیه، واقعا خونه ها قدمت طولانی داره، همه چی مشخصه. این روستا رو فکر کنم بعد یک جای ماشین رو پارک کنیم پیاده بیایم بگردیم. خب فکر کنم چشمه باید این سمت باشه. چشمه قنات شاه عباسی دقیقا همین است. آبش خنکه و تمیز. خب اینجا هم کاروانسرای عباس‌آباد هست. بریم ببینیم چی نوشته. فضای اطراف و باز بافت قدیمی. من ویو رو بازتر میکنم که جامع‌تر و کاملتر بتونیم ببینیم. از طاق کاروانسرا بریم داخل. خدای من. سلام، ببخشید. اینجا مسافرهای دیگه هم هستن. این کاروانسرای شاه عباسی هست. بله. مربوط به دوره شاه عباس دوم. بله. یکی از معدود کاروانسرای 4 ایوانه‌ای که تو دوره شاه عباس دوم ساخته شده و در حال حاضر باقی مونده. 32 تا حجره داره که کاملا مشخصه. با چاپار می اومدن. بله. یعنی جای چاپار هم داره که میبینید در واقع زمانی که مسافرین می اومدن برای استراحت بارهاشون رو این بارانداز قرار میدادند و این حجره هم مکانهایی بود برای استراحتشون. حجره تفکیک شده بود یا نه؟ حالا مثلا ارباب ها و یا رعایایی که همراهشون بودن بارو جابجا می‌کردن از اونها اطلاع تفکیک شده یا نه؟ ندارم. اون چیزی که مشخصه همین مطلب هست. یه نکته هم که باید حالا خوب شد که حضرت عالی هم فیلم گرفتید، یه نکته که باید خاطر نشان بکنم. بله. متاسفانه در حال حاضر این کاروانسرا در تملک اداره اوقاف و امور خیریه قرار داره و باز هم متاسفانه اوقاف و امور خیریه هیچ کاری برای مرمت و بازسازی این کاروانسرا انجام نداده. ورودی کاروانسرا از سمت پایین کاملا مشخص هست. اگر دقت کنید یا اگر کامل فیلم بگیرید ببینید اون نقاطی رو که زیرش در واقع داربست گذاشتن و کار کردن دیگه در شرف پایین اومدن هست و در شرف فرو ریختن. کاملا نامه‌نگاری کردیم، صحبت کردیم، حرف زدیم، فیلم گرفتیم، عکس فرستادیم. متاسفانه اوقاف هیچ کاری انجام نمیده و اداره میراث فرهنگی و گردشگری هم عنوان میکنه نقشه به سزایی نداره. بله، میگه تا زمانی که در تملک اوقاف باشه کاری انجام نمیدن. هیچ کاری من انجام نمیدم. هر دو طرف هم این ور و هم این سمت پشتتون کاملا مشخصه که داره چی به سر این بنای فرهنگی میاد. متاسفانه
صحبت‌های زیادی شده، عکس گرفتیم، فیلم گرفتیم، حرف زدیم، نامه زدیم، اما ولی متاسفانه در حال حاضر صورت نگرفته. باز هم یه نکته جالب خدمت حضرت عالی و همین عزیزان که این فیلم رو می‌بینن باید عنوان کنن این هست که یکی از معدود کاروانسراهای 4 ایوانی باقی مونده از همون دوره هست که حتی به ثبت جهانی هم رسیده، به ثبت یونسکو هم رسیده، اما اون چیزی که الان در حال حاضر می‌بینیم و این شکل شمایل واقعا دردآور دیدنی و چقدر بزرگه اینه. یعنی شما بارها شده من با عزیزانی که حالا غیر از شما هم اومدن و گفتن وقتی ما وارد اینجا میشیم، حالا علاوه بر اینکه زیبایی خیره کننده ای داره، غربتی ما رو میگیره. واقعا من وقتی تنها میشم به حرف این عزیزان در واقع پی میبرم، یه غربت عجیبی داره این کاروانسرا. میگم شاید هولوش 4 یا 5 سال هست که اصلا هیچ مرمتی صورت نگرفته. خیلی هم صحبت کردیم، نامه زدیم، حرف زدیم، اما متاسفانه اون چیزی که هست در حال حاضر این هست، اقدامی نشده اصلا. دیگه کاملا مشخصه. شما حساب کنید که اگر این مسیر همینجوری این سیر تواتری ادامه داشته باشه، خب چند سال آینده اینجا قطعا فرو میریزه. شک نکنید که فرو بله. خواهد ریخت. ولی خب ما چیزی به اسم کاروانسرای عباس آباد نداریم. پله ها رو هر جوری بود اومدیم بالا. بسیار بلندن پله ها. مرسی. خب این هم نمای کامل قلعه کاروانسرا از بالا. پله ها واقعا سنگین بود و بلند. چشم اندازش هم میتونید ببینید کاملا مشخصه. جاده عبوری تهران مشهد از این ورم که به کل روستا مشرف است. در واقع کاروانسرا در مرکز روستا بنا نهاده شده و یک جور نماد هست. یعنی خونه هایی که در سمت شمال روستا قرار داره معروف هست به قلعه بالا. بله. خونه هایی که در سمت جنوب قرار داره به قلعه پایین. تقسیم روستا هم این قسمت اون هم کاروانسرا بوده. روی تپه هست. اونا خونه های قدیمی بود. حالا اینکه این برج بوده در که در قدیم حالا استفاده می شده برای نگهبانی و حراست از روستا. دیگه در طول سالیان سال متاسفانه حالا هم باز مرمت نشدن رفته و دیگه حالا چون خیلی هم مورد توجه نبوده آروم آروم تخریب شده. دقیقاً اگه وقتی اینجا وای میستی، حالا شما سختتون نیاین، ببینید این بالا که شما وای میستی نمیشه نیام. حواستون باشه، یواش. کاملا مشرفه. یعنی ببینید کاملا مشرفه. شما اصلا اینجا کاملا روستا دقیقاً من در رأس ایستادم و اگه وای مثل اینجا اینا مرمت شد. خب بریم از قسمت‌های داخل کاروانسرا بازدید کنیم. خب اینجا میخوره به قسمت بالای قنات. من باز ویو رو بازتر میکنم. بسیار بزرگ و ارزش دیدن داره و حیفه که این فضا متاسفانه داره از دست میره. سرتون رو بعد اینجا خیلی پایین بگیرید. خب بریم داخل کاروانسرا رو ببینیم. پله ها رو خیلی احتیاط کنیم، واقعا بلندن.
فاصله یه مقدار زیاد من دوربین رو قطع میکنم. هر کدوم اینها حجره هایی بودن که زمانی بار رو جابجا میکردن و یا حالا رفت آمدهای کاری بوده. خب یه لحظه سویچم رو فکرم گم کردم و جا موندم. معمولا این کاروانسراها شاهنشین داشتن. خب متاسفانه داخل فوق العاده تاریکه. خب نما بهتر شد. بقیه قسمت کاروانسرا رو ببینیم. آقایی که توضیحات رو به من میدادن دهیار خب انگاری مهمان اومده اینجا داخل. من راه خودم رو میرم. خب بریم از این بر ببینیم چه خبره. خب جناب آقای محترمی که توضیحات رو میدادن دهیار روستای عباس‌آباد بودن و واقعا به حق همه گفته هاشون که این کاروانسرا با این عظمت و با این زیبایی متاسفانه در حال از دست رفتنه. من سایر قسمت های دیگرش رو میرم با هم ببینیم. فوق العاده بزرگه و تاریخ چه در دل خودش دیده با این اتفاقات در این کاروانسراها. این سنگ نمیدونم برای چی بوده. خیلی تاریکه دیگه نمیتونم جلوتر برم. خب این هم دیواره های کاروانسرا از کوچه های کناری هست. اگر اینجا مرمت و بازسازی و تمیز بشه واقعا دیدنیه. من یه مقدار با احتیاط میام داخل چون اصلا نمیدونم با چی ممکنه مواجه بشم. به خاطر همین یه مقدار سعی میکنم اوایل رو با احتیاط بیام تا چشمم به تاریکی عادت کنه. تاریخ چه بر خود دیده.
این قسمت بیرونی هم برای سرویس های بهداشتیشون بوده، یعنی هر کسی داخل کاروانسرا نیاز به غذای حاجت داشته بعد می اومده خارج از کاروانسرا، چون داخل واقعا تمیز و بسیار زیبا بوده چیزی که مشخصه و متاسفانه رسیدگی نیست. همجوری که توضیح دادن در دست سازمان اوقاف است و رسیدگی به این بنای تاریخی زیبا از یاد رفته. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به نام آن که نامش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. خب روستای بسیار قدیمی عباس آباد با اون کاروانسرای بسیار قدیمی و بافت قدیمی خود روستا اصلا خیلی لذت بخش بود. واقعا اون کوچه هاشون، محیطش، اینها همه جذاب بود و دیدنی و ارزش داشت. رفتنش واقعا ارزشمند بود. تقریبا چیزی حدود مدت زمانی که نیاز دارید روستا و بافت قدیمی و یا کاروانسرا رو ببینید شاید حدود 1.5 ساعت زمان ببره که بخواید از این محیط واقعا لذت ببرید و استفاده کنید. 70 کیلومتری میامی هست. از سمت مشهد که میاین به سمت جاده میامی و شاهرود 70 کیلومتر قبل از جاده میامی، قبل از شهر میامی شما میتونید از این کاروانسرای زیبای عباسی که مربوط به دوران صفویه هست بازدید داشته باشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.